салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи ахбори озодӣ аст ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ. Имрӯз 28 июн нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин дар душанбе паси дарҳои баста ва як ба як дар бораи чӣ суҳбат мекунанд? Украина, Афғонистон ва ё Рустами Эмомалӣ? даъвои Русияву Аврупо барои газ бо чӣ меанҷомад? аврупоиҳо дар зимистон ях мекунанд ва ё баръакс Русия ранҷ мекашад? ва дар Тоҷикистон киҳо ҳаққи имомхатиб шуданро надоранд? тағйирот дар қонуни пешина интихоби имоми масҷидҳоро сахттар мекунад. нисбати ҳамин категорияи мушаххаси одамҳо эҳтимолияти татбиқи биадолатиҳо бештар шавад. қарор аст ҳамин лаҳзаҳо Владимир Путин президенти Русия вориди Душанбе шавад. ин аввалин сафари хориҷии Владимир Путин баъди шурӯъи ҷанг алайҳи Украина хоҳад буд. ба гуфтаи мақомот, раҳбарони Тоҷикистону Русия равобити дуҷониба, вазъ дар Афғонистон ва масоили муҳоҷиратро баррасӣ мекунанд. ҳамкорони мо дар Душанбе мегӯянд, омодагиҳо барои пешвози раиси ҷумҳури Русия идома дорад ва роҳи бархе аз кӯчаҳои марказӣ барои чанд соат баста мешавад. мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш дорад. کوچه‌های دوشنبه را برای پیشواز پرزیدنت ولادیمیر پوتین آماده می‌کنند. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین‌ها را از دو طرف خیابان عینی برداشته به جریمه‌گاه بردند. اینچنین خیابان عینی و رودکی بعد از ساعت 16 برای رو و آب بسته خواهند شد. در نظر است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تا ساعت 17 به دوشنبه رسد. مقامات تاجیک گفتند رئیس جمهوری روسیه تا فردا در دوشنبه میماند. مقصد اساسی آمدن پوتین به دوشنبه دیدار و ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت رهبران دو کشور صحبت یک به یک خواهند داشت. سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان گفت همکاری‌های دو جانبه، رشد مناسبت‌های اقتصادی و فرهنگی، وضع منطقه و جهان و مخصوصاً افغانستان از موضوعهای اساسی صحبت ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان خواهند بود. به گفته یوری اوشاکوف یاردمچی پرزیدنت روسیه، رهبران دو کشور همچنین همکاری‌ها در بخش‌های نظامی، فرهنگی و مهاجرت را بررسی می‌کنند. بعضی رسانه‌های روسیه نوشتند در صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه احتمال مسئله پیوستن دوشنبه به اتحاد اقتصادی اوراسیا و یا یورازیس بررسی شود. سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در جریان سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه یگان سازشنامه نو به امضا نمی‌رسد. از زمان تجاوز مسکو به خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه امسال این نخستین سفری خارجی ولادیمیر پوتین می باشد. برخی از کارشناسان تخمین می کنند که در دیدار ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان برخی از مسائل حساس بین دو کشور و هم وضع داخلی تاجیکستان بررسی خواهند شد. در این قطار از احتمال استفاده شدن تاجیکستان همچون روزنه برای نجات روسیه از تحریم های غرب، آشتی دادن امامعلی رحمان با طالبان و مسئله انتقال قدرت در تاجیکستان از پدر به پسر بررسی شوند. مقامات رسمی این بیانیه ها را تصدیق و یا رد نمی کنند. در همین حال الکسی ارستویچ مشاور پرزیدنت اوکراین روز 28 ایون ضمن یک مصاحبه هشدار داده است که تاجیکستان و ترکمنستان نباید بر روسیه در فریب دادن تحریم های غرب کمک کنند. قرار است ولادیمیر پوتین این شب در دوشنبه مانده فردا به شهر اشخاباد ترکمنستان سفر کند. ملا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. дар бораи ҳадафҳои сафари президенти Русия ба Душанбе тахмину назарҳо зиёд аст ва то ҳадде ки гӯё мумкин аст дар ин сафар масъалаи интиқоли қудрат дар Тоҷикистон ҳам баррасӣ шавад. ҳамкорам Хиромон Бақозода бо таҳлилгарони дохиливу хориҷӣ суҳбат кард ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Хиромон, коршиносон дар бораи ҳадафҳои сафари Путин ба Душанбе чӣ мегӯянд? аксар матбуоти ғарбӣ ва ҳам коршиносон ин нуктаро таъкид карданд ки ин аввалин сафари хориҷии раҳбари Русия баъди шурӯъи ҷанг дар Украина мебошад. мумкин аст ин мавзӯи ҷанги бедалел ки Тоҷикистон ошкоро мавқеи расмиашро дар бораи он нагуфтааст баҳс шавад. дар робита бо мавзӯи Афғонистон ва Тоҷикистон 1400 километр сарҳад доранд ва таҳлилгарон мегӯянд ин навбат ҳам амният дар марзҳо масъалаи
کلیدی صحبت‌ها می‌شود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت که تاجیکستان مثل دیگر کشورها آن را اعتراف نکرده است، تخمیناً 1 سال پر می‌شود روسیه با طالبان رابطه برقرار کرده است و موقع دوشنبه که این گروه را قبول ندارد برای کرملین چندان مناسب نیست. تحلیلگر نظامی الکساندر خرمچیخین مثلا میگوید با هدف پیشگیری از احتمال داغ شدن وضع در قلمروهای دیگری مورد نظر روسیه، پوتین شاید از مقامات تاجیکستان تقاضا بکند که با طالبان زبان یابند. تشکر. خیرمان، تا کجا موضوع اوکراین هم میتواند در این گفتگوها مطرح شود؟ به قول همصحبتان ما شاید برای مطبوعات نه همه جزئیات گفتگوها در دوشنبه معلوم شود، ولی در پس منظر اظهارات اخیر رهبری قزاقستان قاسم جومرت توقیف که یاد داشته باشید گفت استقلالیت منطقه های جدایی طلب اوکراینی را اعتراف نمی کند، نکته عمومیه که امروز صدا می دهد این تلاش پوتین برای تقویت شریکی با کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. البته بعضی همصحبتان دیگری ما اظهارات توقیف را یک بازی هم مینامد، ولی به اندیشه دیگران احتمالاً پوتین از دوشنبه موضع‌گیری روشن و حمایت کننده را تقاضا کند. تقویت همکاری‌های اقتصادی در پی تحریم‌های غربی و ری اکسپورت از هدف‌های دیگری سفر گفته می‌شود. از تاجیکستان مثلا افزایش صادرات محصولات کشاورزی، محصولات نساجی مثل متاهای پختگی، پخته خام و آلومینی تقاضا شده میتواند. سال گذشته یادآور میشویم از روسیه به تاجیکستان در حجم بیش از 1 میلیارد دلار محصولات وارد شده است و احتمالاً امسال این آمار افزایش یابد. ولی خواست و موقع حکومت تاجیکستان تا کجا با این برنامه‌ها موافق خواهد آمد خیرمان؟ تحلیلگران غربی تاکید میکنند که حفظ روابط خوب با پوتین و ضمانت امنیت مرزها به تاجیکستان خیلی مهم است و در این راستا دورنمای انتقال قدرت به پسری پرزیدنت رستم امامعلی چون هدفی کلیدی یاد می شود. معلوم نیست که تا کجا این مسئله هم در سفر دوشنبه مطرح می شود، ولی معلوم است که در سفر پوتین به دوشنبه که در 3 سال اخیر بار اول صورت می گیرد، صحبت‌ها از داد و گرفت‌های معین سیاسی هم خواهد رفت. تشکر زیاد. خیرمان بقازاده بود همکاری ما با نظر تحلیلگران دایر به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه. برنامه را با موضوعهای دیگر ادامه می‌دهیم. بر اساس تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که هفته گذشته قبول شده است، انتخاب مؤسس و خادمان اتحادیه‌های دینی یا امام مسجدها در تاجیکستان را سخت‌تر می‌کنند. همین طور آنهایی که جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین صادر می‌کنند حق ندارند که صدها و هزاران نفر از پسشان نماز گذارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکاران ما برات یوسفی و سرویناز روح‌الله می‌بینیم. پارلمانی تاجیکستان با علاوه تغییرات با قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی معین کرد که کیها نمی‌توانند رسما خادم دین و مؤسس اتحادیه‌های دینی باشند. مجیب خان جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان و یکی از مؤلفان این تغییرات گفت طبق این تغییرات یک گروه محکوم شده ها از حق خادم دین و مؤسس اتحادیه‌های دینی محروم می‌شوند. شخصانی که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دفناپذیری جنسی، جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته، اینچنین دیگر جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر کرده اند، مؤسس یا خادمان اتحادیه های دینی شده نمیتوانند. این در حالی است که پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهراً آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می‌دهد و حالا کم نفران یافت می‌شوند که مسئولیت را به دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافت و آنها از یک مولای پیشنماز به یک تبلیغاتگر جمعیتی تبدیل یافتند. کارشناسان بر اینند که این معیار برای شخصانی که گاه اشتباهاً محکوم و بعداً سفید کرده می‌شوند سخت و سنگین خواهد بود. به نظر من اگر این معیار واقعا مورد عمل قرار گیرد یک اشتباهی منطقاً میشد و نسبت همین کاتگوری مشخصی آدم ها احتمالیت تطبیق بی‌عدالتی ها بیشتر شود و آنها از منبع های درآمد عموما و شغل معین نیز میمانند. امام خطیبان سر سال 2014 از بودجه دولت معاش میگیرند. آنها از حق دادن تعلیم دینی محرومند و فعالیت آنها تحت نظارت دولت قرار دارد.
بر اساس اطلاع رسمی در تاجیکستان 48 مسجد جامع مرکزی، 328 مسجد جامع، 3612 مسجد 5 وقته، 66 تشکیلات دینی غیر اسلامی، یک مرکز اسلامی، 3 جماعتخانه و در مجموع 4058 اتحادیه دینی در فهرست دولتی اتحادیه دینی تاجیکستان به قید گرفته شده است. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. آژانسی بین المللی انرژی هشدار داده است که روسیه می تواند انتقال گاز به اروپا را کاملا قطع کند. کاهش انتقال گاز در یک هفته اخیر برای اقتصاد کشورهای عظیم استفاده برنده آن ضربه جدی است. حالا این کشورها با شتاب انبارهای زیرزمینی گاز را برای زمستان پر می کنند. گزارش صدای آمریکا را در این باره شهلای گلخواجه پیشنهاد می کند. روزهای اخیر روسیه انتقال گاز به اروپا را بسیار کم کرد. کرمل مشکلات فنی را سبب پیش می آورد که بر اثر تحریم ها به عمل آمده است. اروپا کرمل را به بازی ژئوپلیتیکی متهم می کند. تحلیلگر توم مارچک منسر می گوید قطع پوره انتقال گاز سبب بحران انرژتیکی در اروپا خواهد شد. عین زمان انتقال گاز از روسیه به واسطه لوله ها در مقایسه با یک سال پیش همگی چارک حجم را تشکیل می دهد. این خیلی کم و تشویش آور است. یعنی در آستانه زمستان با چنین حجم پر کردن انبارهای گاز خیلی مشکل می باشد. اروپا می خواهد انبارهای گاز را تا ماه نوامبر 80% پر کند. حالا تقریباً 55% پر هستند. بعد از حمله به اوکراین بالاروی قیمت گاز به نفع روسیه شد. در یک مدت کوتاه مبلغ‌های هنگفت به دست آوردن که احتمال برای چند سال آینده به گازپرام کفایت می‌کند، یعنی با انتقال کمی گاز پول داشته باشد. آلمان تقریباً 3/3 گاز خود را از روسیه می‌گیرد. حکومت روز پنجشنبه از ساکنان خواست که مصرف گاز را کم کنند تا برای پر کردن انبارها کمک شود. از این به بعد در آلمان کمبود گاز وجود دارد. تحلیلگر کلاودیا کینفرد میگوید نقش مشتریان مهم است. انتظار می رفت که این وضع دیر یا زود به میان آید، اما حالا مهم صرفه‌جویی است. این به بخش صنعت نیز دخل دارد، زیرا بیم آن وجود دارد که بحران انرژتیکی می تواند اروپا را به تنزل دچار نماید. بخش صنعت و انرژتیک باید در صرفه گاز نقش کلیدی بازند. ما پیشنهادهای بسیاری از حکومت‌های سراسر اروپا را درباره اجازه دادن ادامه استفاده انگشت دیدیم. رهبران اروپا سعی دارند که به گاز روسیه جایگزین پیدا کنند. اتحادیه اروپا این ماه سازشنامه را امضا کرد که انتقال گاز مایع از اسرائیل و مصر را زیاد می‌کند. اما تحلیلگران می‌گویند پیش از فرارسیدن زمستان پیدا کردن جایگزین گاز روسیه برای اروپا مشکل خواهد بود و فصل سرما بحران را شدیدتر می‌کند. برنامه را ادامه می‌دهیم. دومای دولتی روسیه سازشنامه درباره پرداخت نفقه به شهروندان تاجیکستان را تصویب کرد. این سازشنامه سپتامبر سال 2021 در دوشنبه امضا شده بود. هدفش تقسیم عادلانه مسئولیت پرداخت نفقه به شهروندان دو کشور هنگام کار در روسیه یا تاجیکستان است. کارشناسان میگویند که این سازشنامه پیش از همه برای شهروندان تاجیکستان ضرور است، چون هر سال بیش از 1 میلیون شهروندی این کشور با هدف کار به روسیه می روند، ولی صدها هزاری آنها هم غیر قانونی کار می کنند و یا طلبات پرداخت انداز اجتماعی و نفقه را اجرا نمی کنند. بینندگان عزیز با همین مطلب اخباری آزادی را به پایان میبریم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های عظیم بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی و هم آزادی ویدیوی یوتیوب دسترس است. تا برنامه های فردا، خدا نگهدار.